با سلام خدمت همه دوستان و مخاطبان عزیز. امروز میخوام درس اول از سری درس های آینز یا آ1 رو شروع کنیم. امیدوارم که این درس ها کمکتون کنه که از ابتدا آلمانی رو خوب صحبت بتونید بکنید و امتحان ها رو هم قبول بشید. ما درس آ1 رو با 6 درس پیش میبریم. البته ممکنه درس‌ها تعدادشون بیشتر بشه که اون وقت حتما بهتون اطلاع رسانی میشه. خب برای آلفابتا اولین چیزی که توی آ1 بخوایم کار کنیم آلفابتا هستن یا حروف آلمانی هن. ما آ بیست رو چون توی انگلیسی توی کلاس درسمون یاد گرفتیم و اینجا براتون تکرار نمی کنم، ولی 3 تا حرف اوملاوت تو آلمانی هست که که در واقع همون حروف آ و اوه. البته بگم بهتون که آلمانی با انگلیسی بوقشتابه ها رو یا کلمه حروف رو به انگلیسی لتر میشه یه جور دیگه بیان میکنن که حالا البته همهشون نیست، ولی خب من یه دوره‌ای میکنم که ببینیم چجوریه. خب برای حروف اولیش آ، آ ب س د ا. خب تو انگلیسی میگیم ای، اینجا ا اف آ ب س د ا اف گ ها ای یوت. ج رو میگن یوت، یوت کا ال ام ان او پ کو ار اس ت او. یو رو میگن او. و رو میگن فا فا. دبلیو رو میگن و و. ایکس وای هم میگن اوپسیلون ست. ولی تو تلفظش تو کلمه ها تقریبا میشه گفت 90% مثل انگلیسیه، ولی خب حالا اسمشون فرق داره. حالا اینا رو ویدیو رو اگه میخواید بزنید از اول ابتدا نگاه کنید و اینو تکرارش کنید که تو ذهنتون جا بگیره. ولی خب من تو این درس میخوام یه کمی، چون درس رو فشرده کردم به صورت نرمال. آ1 12 درسه، یعنی تو کتابای درسی، ولی من به صورت 6 درس با هم کار میکنیمش. خب حالا اوملاتا چجوری میگه؟ اون آی که بالاش 2 نقطه است میشه ا. در واقع ا انگلیسیه، یه ا دیگه پشتش میاد. او هم که 2 نقطه بالاش میشه او اوملات میشه او. یه اوه که یه ا پشتش میاد. یه جورایی مثل اینی که آدم حالش به هم خورده باشه. یکی دیگه اوه که بالاش 2 نقطه است، یا یو که بالاش 2 نقطه است که میشه او. لبا قنچه میشه و صدای ا از ته گلو به انتهاش اضافه میشه. خب اینم از اوملات. خب برای احوال پرسی و خدافزی 2 مدل داریم. یکی در واقع این فرمل میگن. این فرمل یعنی در واقع دوستانه و غیر رسمیه که میگن هالو، ولی به صورت فرملش شما گوتن مورگن تا ساعت 10 میتونید بگید گوتن مورگن. گوتن تاگو میتونید در کل روز بگید. گوتن آبندم فقط توی بعد از ظهر و شب
حالا هر وقت هم دیر بشه گوتناخت یه وقت نگید، چون گوتناخت رو برای کسی که میخواد بره توی رخت خواب، مثلا شما ساعت 11 شب هم یه جا میرید، ابتدا میگی گوتن آبند، نمیگی گوتناخت. درسته ناخت معنیش شبه، ولی فقط زمانی که یکی میخواد بره داخل رخت خواب، داخل تخت، شباب میخواد بره داخل تخت بخوابه، بهش میگن گوتناخت. اینو یادتون باشه نکتهشه. ولی خب گوتن مورگن، گوتن تاگ و گوتن آبندو به صورت هم رسمی میتونید به کار ببرید، هم غیر رسمی. ولی خب حالا معمولا به صورت غیر رسمیه. حالا اگه مثلا نامنگاری با رئیستون میخواید بکنید بنویسید گوتن تاگ، ولی اگه که اون با هالو نوشت، شما میتونید با هالو جوابشو بدید. خب حالا خدافزی یا فرابشی دونگشم که غیر رسمیش میشه چوس. چوس. اون TS ها به صدای چه میده، بعدش اوملاته، بعدش هم اسش میکن میکشید. بعدش به صورت رسمیش میشه auf Wiedersehen. اگر هم با یکی تلفنی صحبت میشه، حالا اینجا نیاوردیم، auf Wiederhören. بعد see you soon یا یعنی به زودی میبینمت میشه bis bald. bis bald. خب bis gleich هم ما داریم، یعنی خیلی سریع دیگه دوباره همدیگه رو میبینیم. حالا زیاد توفیری نمیکنه بین 20 بالت و 20 گلایش، و گلایش کمی شاید سریع تر باشه. خب حالا مثلا ما توی آن رده اینجا بهش میگیم، تو فارسی هم آقا و خانومه. ولی وقتی که میخوایم یک اصلاح کنیم تو و شما میگیم. توی آلمانی هم همون زی و دوه، که زی در واقع رسمیشه. وقتی میخوایم با یکی صحبت بکنیم، اگه میخوایم رسمی صحبت کنیم میگیم زی. که برای کسایی هم که نمیشناسیم هم بهشون زی میگیم. به پلیس هم همیشه زی میگیم. خب این که مثلا اسمت چیه میشه وی هایسن زی. این وی در واقع تو انگلیسی میشه وات، حالا اونایی که انگلیسی میدونن. هایسن هم معنی چه نام دارید، سی هم که تو میشه. حالا اون شما همین جوری وی هایسنزی رو یاد بگیرید. میدونم خیلی ها دوست دارم با فرمول یاد بگیرم، فرمول جمله سازی، اول چی میاد دوم چی میاد، ولی الان که تو آیک هستیم، حالا اونایی که زبانهای دیگه یاد گرفتن هم میدونن اولش باید بعضی چیزها رو به صورت جمله تو ذهن داشته باشیم، تا حالا کمی بعدن که چند تا جمله حفظمون شد، اون موقع من تکاملو رو بهتون میگم که چجوری جمله سازی بشه و با همدیگه کار میکنیم. نگران اون نباشید. اگر هم که ویدیو رو تا حالا لایک نکردی لایک کنید، چون اگه لایک ویدیو بیشتر بشه تو الگوریتم یوتیوب جوریه که ویدیو بیشتر نشون داده میشه و یه انگیزه برای من که ویدیوهای جدید و البته من درس ها رو آماده کردم، ولی خب سریعتر به روز رسانی میکنم وقتی ببینم که تعداد مخاطبا بیشتره. تو کامنت ها هم میتونید نظرتون راجع به درس یا اون چیزایی که مورد نیازتون مطرح کنید یا سوالی دارید بگید. شیر اگه بکنید که عالیه برای دوستاتون، اینجوری به دیده شدن این ویدیوها کمک میکنید. خب حالا وی هایسنزی خب گفتیم رسمیشه. دوستانش چیه؟ یا وقتی که بخوایم با
جوونا صحبت کنیم چی میگیم؟ میگیم وی هایست دو. دو هم همون تو میشه، زی میشه شما، دو میشه تو، وی هایست دو. خب وی هایست دو و وی هایسن زی رو تو ذهنتون داشته باشید. حالا اگه بخوایم بگیم اسم من چیه، میگیم ایش هایسه. اونجا هایست بود، اینجا هایسه. اولش ایش هایسه. مثلا ایش هایسه خسرو، ایش هایسه کای، ایش هایسه پرویز، ایش هایسه کوروش، ایش هایسه، حالا اسم خانوم هم بگیم که نگم بعدن چرا فقط آقایون. مثلا ایش هایسه مرگم، ایش هایسه زهرا، برای مثال. ایش کم اوس. از وقتی میخوایم بگی از کجا اومدی، معمولا تو آشنایی اولی سالایی که همون اول از برای آشنایی میشه، میگی مثلا ایش کم اوس دم ایران. حالا اوس ایران هم بگی میفهمن، ولی اوس دم ایران درستش. حالا این بعداً بهتون میگم که چرا این دم ایران، حالا کوچولو بهتون میگم، اوس داتیو میکنه. آرتیکل ایرانم دره چون ماسکولینه یا مذکره، برای همین اوس دم ایران میشه. ولی خب اینا رو بعداً تو لیول های بعدی با هم کار میکنیم، درس های بعدی. نگران اونش نباشید، توضیح هم بهتون میدم که چجوری گرامر رو راحت‌تر متوجه بشید. جدولم اگه خواستیم براتون رو جدولم کار میکنیم. ولی فعلا با تکرار این چیزها رو یاد بگیرید، خیالتون راحت. من با بهترین مدل‌های هوش مصنوعی، چند مدل هوش مصنوعی، مطالب آماده میکنم. کتاباشم که خودم کار کردم هم کتابا رو هم دارم و براتون بهترین محتویات اینجا آماده میشه. بعدش ایشکوم آسنم ایران، یا بعدش میشه ایش بین. حالا بخوای بگی چند سالمه، ایش بین 40 Jahre alt، یعنی من 40 سالمه. یا مثلا بخوای بگی 20 سالمه، ایش بین 20 Jahre alt. بعد برای حالا دیگه تا اینجا یه چیزایی رو یاد گرفتیم. خب حالا اینا رو میتونیم کنار هم بذاریم و برای آشنایی با کسی میتونیم به کار ببریم. هالو، ich heiße Anna, ich komme aus Deutschland. خب دویچلند آرتیکل نمیبره، به کار نمیبره. ich komme aus Deutschland, ich bin 25 Jahre alt. خب حالا شماره ها رو باهاتون کار میکنم که چجوری آلمانیشو بگیم. ولی الان شما سن خودتون رو فقط تو گوگل ترنسلیتور بزنید، به فارسی حروف بنویسید تا آلمانیش بهتون بگه، تو ذهنتون جا بیفته برای معرفی خودتون. مثلا یکی 41 سالشه، بزن 41 رو به فارسی با حروف بزنه تو گوگل ترنسلیتور. بعدش آلمانیشو تلفظشو یاد بگیره. حالا تعداد زیاده، ولی من شماره ها رو باهاتون کار میکنم که همه شماره ها رو بتونید بگید. ولی اینجا منظور اینه که بتونید خودتون رو معرفی کنید. دیگه اینکه خب تلفظا رو دوباره دوره کنید که تلفظات تو ذهنتون جا بیفته، تلفظ حروف تو ذهنتون جا بیفته. و هدف این درس این بوده که در واقع یک فهمی شما از زبان آلمانی داشته باشید. شما باید تو شرایطی باشید که بتونید بعد از این درس بتونید خودتون رو معرفی بکنید
و همینطور دوباره بگم که حروف آلمانی رو در واقع بتونید بیان بکنید. خب اینجا به پایان این درس رسیدیم. براتون آرزوی موفقیت و تندرستی دارم و همه شما رو به اهورامزدای ایران میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه تا درس بعدی.